بزم شاعران. زیر نظر مهدی سهیلی. به مهر تو ای ماه زیبا قسم، به چهر تو ای مهر رخشا قسم. به آن سینه همچو صبح بهار، به آن زلف چون شام یلدا قسم. به آن شکرین خنده نوشبار، به آن دیدگان فریبا قسم. به آهی که از سینه‌ای سوخته، کشد شعله تا عرش اعلا قسم. به اشکی که از دیده عاشقی، به دامن چکد ژاله آسا قسم. به آن دردمندی که نومیدوار، فرو بسته چشم از مداوا قسم. به گم کرده راهی که از کاروان، جدا مانده افتاده از پا قسم. به خونین جگر لاله داغدار، که بنشسته تنها به صحرا قسم. به جانهای از عاشقی بیقرار، به دلهای عشاق شیدا قسم. به آن ناله هایی که پر میکشند، به سوی خدا نیم شبها قسم. به عمری که در آرزویت گذشت، به دیروز و امروز و فردا قسم. به دلدادگانی پریشان چو من، که در کوی یارند رسوا قسم. به آیین طنازی و دلبری، به شیرین، به عذرا، به لیلا قسم. به آن آتشین پرتو ایزدی، که تابید بر طور سینا قسم. اگر میشناسی خداوند را، به ذات خداوند یکتا قسم. که عشقت ز دل رفتنی نیست، به پروردگار توانا قسم. دوستان عزیز، سلام گرم ما را بپذیرید. قطعه شعری را که در آغاز برنامه شنیدید قسمنامه بود از آقای علی اطهری کرمانی که عده‌ای تقاضای تکرار آن را کرده بودند. امروز در بزم شاعران
3 شاعر ارجمند که نام آنها با پ آغاز میشه شرکت دارند. این شاعران گرانمایه عبارتند از پژمان بختیاری، پارسای توسرکانی، پزشکی. میهمان این هفته هم دانشمند محترم و طبیب گرامی آقای دکتر نصرتالله باستان هستند. نام میهمان هفته مطلبی به یاد من آورد و آن مطلب این است که یکی از شنوندگان به بنده نوشته بود که چرا بعضی هفته ها از نظر میهمان هفته با کار شاعری عدم تناسب وجود دارد. مثلا گاهی طبیب و زمانی مدیر کل هواشناسی میهمان بزم است. در پاسخ این شنونده عزیز باید عرض کنم که اصولاً بنای ما در دعوت از میهمان هفته این است که از هر طبقه و دسته در این برنامه دعوت شود و بعداً هم این راه را ادامه خواهیم داد و این خود موجب آن است که تنوعی در مباحث بزم شاعران به وجود آید و این تنوع به بهتر شدن برنامه کمکی بس شایان خواهد کرد. باری هنرمندان بزم عبارتند از آقایان مهدی خالدی، فرهنگ شریف و گلپایگانی. خانم ژاله و آقایان رضاییان و امیر نوری هم بیان کنندگان اشعار شاعران خواهند بود. تهیه کننده برنامه هم آقای عبدالحسین فهیم هستند. خب جناب دکتر باستان، جناب عالی که نوعاً علاوه بر کار پزشکی با کار نویسندگی و طنز و شعر هم سر کار دارید. بنده گهگاه آثارتون رو خوندم، حالا بعد نیست که در این مورد صحبتی بفرمایید. یعنی سرکار از اونهایی نیستید که باز به قول اون شنونده عدم تناسبی هم در این بعض در کارتون باشه، یعنی باز با کار نویسندگی و شاعری و شعر دوستی تناسبی زیاد دارید و کارتون هم دیدید. حالا خواهش میکنم که صحبتی بفرمایید تا بریم بر سر شعر و بر سر ساز و بر سر آواز و از هنرمند گرامی آقای خالدی و هنرمند عزیز آقای شریف آقای گلپایگانی استفاده بکنیم و مجموعاً انشالله امروز بزم خوبی داشته باشیم. وقتی بعد بنده خواستم که اینجا شرفیاب بشم، بنده تصور میکردم که مثل همه میهمانها شغلم یعنی نقشم وریسینه. وریسین یعنی بده بخورم که به اصطلاح اینجا یه چایی بخوریم و گوشمون به چایی براتون میارن که حالا نیاوردید ارزی نداشتم، خیال میکردم از چای شیرین و اینا و موسیقی و آواز و اینها هم گوش کنم، ولی معلوم میشه خیر بنده باید یه اظهار لحیه هم بکنم. این است که اجازه میخوام یکی از این خاطراتی که در زمان کار پزشکی برام اتفاق افتاده و اتفاقا با این مجمع هم جور میاد عرض کنم براتون. خواهش میکنم. چندین سال پیش، حالا بنده نمیخوام بگم 30-40 سال که بگن سن این بابا زیاده، یعنی شما که میدونید اما اون شنوندگان رو دست نخورن بگن، بنده رو اومدم ببرن سر یه مریض رو. پا شده بودم اون روز صبح دیدم آقا چشمام باد کرده، ورم کرده، قرمز خونالوده، یک کنجکتیویت حاد سخت گرفتم. عینک زده بودم و خوابیده بودم منزل. نمیخواستم از منزل بیرون برم و مریضم نبینم و اینا. آمدن که آقای از پاش درد میکنه، فلجه، چشمش ناراحت شده، خواهش میکنیم بیاید بریم سر مریض. عذر خواستم، دیدم اصرار میکنن. رفتم و دیدم یه آقای خیلی خوش سیمایی به سن 50 سالگی تقریبا، با موهای جوگندمی، سبیل پرپشت به سبک درویشا، خیلی خوش سیما نشسته اون تو تخت خواب و بعد سلامی کردیم و گفت آقای دکتر شما خودت هم مثل که چشم درد میکنیم. عینکو در آوردم گفتم بله بابا اینجوره که میبینید. گفت به وصف حال شما مطابق این شعره. شعری رو گفت که بنده خوشم اومد یادداشت کردم، چون حافظم هم خوبه اینه از برم موند. حالا اجازه میخوام براتون بخونم. گفت اون شنیدم که بهر استعلاج به طبیبی شد احولی محتاج، رفت روزی بر طبیب زمن، لیک اونجا نشسته دید 2 تن. گفت زین هر 2 تن کدام طبیب، راست گویید راز پیش قریب، کامدم من بر طبیب اجل، از برای علاج عیب حول. اتفاقا طبیب زنسون بود که یکش در نظر 4 نمود. گفت زین 4 تن که آمده اید، خود کدام احول 2 بین شدید. گفت احول بدو عجب زینکار، من یکی را 2 بینم و تو 4. 4 شد چون یکت به نظاره، کی توانی 2 بین کنی چاره. تا بدانی که رهبران و مهان، را گمتر ز رهروان جهان. البته اینا رو به طور شوخی گفت. بندم شعر سعدی رو به رخش کشیدم
و گفتم مگر نشنیدی شیخ سعدی علیه الرحمه میفرماید مرد باید که گیرد اندر گوش ور نوشته از پند بر دیوار، غافل است اون که مدعی گوید خفته را خفته کی کند بیدار. در کیفو باز کردیم و چشمشون رو معاینه کردیم و دستور دادیم و رفتیم. بسیار بسیار خوب. بسیار خب. باز از حضرت علی استفاده خواهیم کرد و آماده باشید که به تقاضای دوستان یا تقاضای بنده مطلب دیگه هم بفرمایید. و حالا نوبت میدیم به سرور گرامی آقای پژمان. آقای پژمان، جناب عالی میخواد شعر بفرمایید یا من معتقدم یه خاطره سرکار اگه دارید خاطره ادبی بفرمایید و بعد شعر بخونید مستحسن باشه. اطاعت میکنم. تمنا میکنم. از من بنده در ایام جوانی اگر بشود 15 سالگی جوانی خواند. در 15 سالگی به قول خواجه عبدالله انصاری در جوانی چنان که دانی دختری رو دوست می داشتم و خیال ازدواج با او داشتم. اون دختر از پدر و مادری مصری فرانسوی به وجود آمده بود. بعد دختر بسیار زیبایی هم بود ولی فقط خوشبخت بود که نصیب بنده نشد. این دختر پدرش مردی فاضل بود، نویسنده بود، شاعر بود و بعد از آن که بنده هم اظهار لحیه کردم و گفتم من هم شاعرم، کتاب‌های خودشی که به زبان عربی نوشته شده بود داد به من و تصور میکرد که من میتوانم چیزی از اونها درک کنم. غرض این دختر خانم یه روزی به من گفت که ایرانی ها همه شاعرن، تو شاعر نیستی؟ من دیدم اگر بگویم نه ممکنه که ارزشم از بین بره. گفتم که چرا؟ خب بالاخره ایرانی ها همه شاعرن، ما همه در اصل شاعرزاده ایم و البته شاعرم. گفت خواهش میکنم برای من یه شعر بگو. نشد. خدایا چه کنم، من اصلا شاعر که نیستم، هیچ اصلا شعری هم به خاطر ندارم. بالاخره به این فکر افتادم که رجوع کنم به یگانه کتاب شعری که در خانه داشتم، چون اون وقتا کتاب مثل حالا فراوان نبود، و اون دیوان سرخوش تفریشی میزی عیاخان سرخوش تفریشی. من رفتم و کتاب این باز کردم و که ببینم شعری که به کلمه ویکتوریا، یعنی اسم ویکتوریا درش به گنجه توشون هست، رسیدم به یه غزلی و اون این بود که ای پری رو تا به کی جور و جفا با چون منی، با من اون کردی که با دشمن نکرده دشمنی. من ساختم البته این از اون نگرفتم. بله ویکتوریا. ویکتوریا تا به کی جور و جفا با چون منی، با من اون کردی که با دشمن نکرده دشمنی. خب ترجمه بکنید، که فارسی نمیدانست. بنده به شکست بسته فرانسه که میدانستم و قدری که میدانستم شعر رو ترجمه کردم. دیدم این یه جور عجیبی من نگاه میکنه. گفتم چیه؟ گفت من متحیرم که من چه دشمنی با تو کردم. اون از اغراق‌های شاعرانه و زبان فارسی به اطلاع بوده. نمیدانست که شعر فارسی روی این پایه گذاشته شده که از معشوق شکایت کنن، معشوق بی‌وفا باشه، معشوق هرزه باشه، معشوق همچین باشه، حالا اون معشوق وجود خارجی هم نداشته باشه، ولی به هر حال بی‌وفا. بسیار لطیف و شیرین بود آقای پژمان. خب حالا لطیف‌تر اون است که شعرتون بفرمایید. الطف از خاطره شعر سرکاری. یک غزلی که شاید البته پیش بینی شده برای حضرت علی 2 قطعه شعر. بله که تمنای ما این است که یک قطعه‌شو خودتون بفرمایید، یک قطعه‌ش هم به یکی از گویندگان یا خانم ژاله یا آقای رضاییان یا آقای نوری مرحمت می‌فرمایید. برات متشکرم. حالا بنده خودم شعر بخوانم هر یا جور دوست دارید؟ ما در اختیار جناب علی هستیم. خب بنده حالا غزل رو می‌خوانم. خواهش می‌کنم. ای پری سیما بیا، ای خوشتر از رؤیا بیا، ای عبادتگاه عشق و آرزوی ما بیا. کاش که اینو خونده بودید برای اون یارو. در 15 سالگی بودن آخه. بله. این عشق تازه است، اون عشق 15 سالگی. الان براش بفرستید. بله. حالا هم هستن اتفاقا در سوئد. 70 سالم.
ای پری سیما بیا، ای خوشتر از رویا بیا، ای عبادتگاه عشق و آرزوی ما بیا. وقت رفتن وعده باز آمدن دادی مرا، یا مکن با وعده ای امیدوارم یا یا بیا. بله. بی تو، بی عشق تو، بی دیدار جان افروز تو، روح بر جسمم گرانی می کند جانا بیا. شب همه شب خواب در چشمم نمی گردد ز غم، چون خیال خواب بر بالینم ای رؤیا بیا. ماندم تنها در این شبهای سرد زندگی، ماندم تنها در این شبهای سرد زندگی، یک شب آخر ای حرارت بخش جان تنها بیا. قصه امروز یا فرداست کار عمر ما، قصه امروز فرداست کار عمر ما. جان من امروز اگر ممکن نشد فردا بیا. بسیار لطیفه. با همه گردن کشی تسلیم سودای تو هم، تند خوش و ناسزا گو جور کن اما بیا. با همه گردن کشی تسلیم سودای تو هم، تند خوش و ناسزا گو جور کن اما بیا. خیلی خوبه. بله. خب حالا میل سرکار به کدام یکی از گویندگان هست؟ یعنی هر سه قوی هستن در خوندن و البته میل که بنده بعد عبارت شد ادا کردم تفاعلی میزنیم و از آقای رضاییان خواهش میکنیم که شعر حضرت علی رو بخونن. بله من نمیستم میکنم از شما. آقای پژمان من فراموش کردم که یک سوال از حضرت علی بکنم. دلم میخواست که بفرمایید که این شعری که آقای رضاییان میخونن چون موضوع هست غیر از عنوان غزل هست، بله. انگیزه‌ای داشتی در ساختنش؟ انگیزتون رو بفرمایید اگر ممکنه. اگر که نه تفنن بوده که خدای نخواسته تفنن کار شما نیست و همیشه مبتنی بر احساستون خیال میکنم. غالبا اینطور. بله. عرض میکنم که این داستان واقعی است از حادثه‌ای که در بختیاری رخ داد و طرف یعنی اون عاشق که زنده مانده و میگوید داستان خودشه، البته به زبان بنده از اقوام بنده بود. این دختری رو دوست می داشت ولی خانواده اونها با این ازدواج زیاد موافق نبودن، یعنی خانواده شوهر را موافق نبودن نه خانواده. صحیح. منتها چون این آقا خیلی دوست می داشت گاه گاه با هم دیگه ملاقاتی می کردند و صحبتی می کردند که به نحوی از آنها راضی بکنند خویشاوندانشون. یک مرتبه هم اینها با هم وعده گذاشتند بروند به چشمه‌ای بود کنار نزدیک اون آبادی ما که دشتک پشتکوه بختیاری باشه، بروند اونجا با هم دیگه صحبت بکنن. وقتی رفتن اونجا ظاهرا بعد از مدتی که صحبت کردن چطور شده خوابشون برده اینها. و این برادری داشته این خانم، این دختر خانم، اون برادر در جستجوی خواهر برآمد و بهش گفتن که ما دیدیم که رفت به طرف چشمه پای اون چنارهای بالا. این رفت و دید بله آقا خوابیده و بدون اینکه توجه بکنید که اینها خواب هستن دیگه، خوابن، قصد و غرضی در میان نبوده، رفت اون نزدیک بالا و تفنگ کشیده بود و با گلوله به زندگانی اون خواهر خاتمه داد. عجب. بله. و همین باعث شد که اون آقا هم به کلی از بختیاری خارج شد و آمد در اصفهان و بعدم آمد تهران و اینجا مرحوم شد چند سال پیش از اون زارب یا عاشق؟ خیر عاشق. بله. به هر حال موضوع که زیباست و شعر شما هم که گویاترش میکنه و زیباتر. آقای رضایی آماده است؟ آمادم. بله. آقای خالدی هم مثلا. بله آقای خالدی هم خواهش میکنیم که همراهی کنن.
گفت آن روز جامه‌ای گلریز بر تن دشت بود و بر تن کوه، زیر دامان ارغوانی ابر عالمی داشت روی روشن کوه. عطر گلهای ناشناخته را ریخت دست صبا به دامن کوه. چشمه در زیر بال نرم نسیم لرزشی نغز و آسمانی داشت. عکس مواج گل به صفحه جوی صورتی دلکش از معانی داشت. کوشش سبزه با کشاکش آب رمز عشقی چنان که دانی داشت. از کرانهای آسمان خورشید نرم نرمک به آشیان می رفت. بود کوهی بنفش رنگ آنجا که چو دودی بر آسمان می رفت و آتشی سرکشیده از دل او تا گریبان کهکشان می رفت. سایه وش زیر بال نسترنی خفته و غرق آرزو بودم. اندر آن وعدگاه عشق و امید با خیالش به گفتگو بودم. رفت خورشید و همچو ماه آمد آن که در انتظار او بودم. در دل چشم و چشمه نگهش موج دریای آرزو دیدم. در دل چشم و چشمه نگهش موج دریای آرزو دیدم. چه بگویم زبان هر مژه را با دل خود به گفتگو دیدم. نتوان گفت با هزار زبان آنچه من در نگاه او دیدم. دیده بر هم نهاد و مستانه خویشتن را به گردنم آویخت. بر لبم زان لبان آتش رنگ بوسی چون مس گداخته ریخت. آتش و آب و عطر بوسه او، آتش و آب و عطر بوسه او از وجودم ترانه ها انگیخت. همچو رویای وصل و نقش امید در کنارم نشست و بنشستم. دل او می تپید و می لغزید روی گلهای سینه‌اش دستم. گفت من دوست دارمت. گفتم تا کی؟ آهسته گفت تا هستم. نرم چون آب چشمه می جوشید، نرم چون آب چشمه می جوشید از دل و جان ما ترانه عشق. بر لب ما چو بوسه پر می زد قصه ازدواج و خانه عشق. پر ز گلبرگ شادمانی بود باغ امید و آشیانه عشق. هیچ غافل که یک تعصب خام خانه آرزو براندازد. طایر عشق و شاه باز امید دور از این آشیان پراندازد. طرح مشکو چنان که خواهی ریز کآسمان طرح دیگر اندازد.
در دل سبزهای اطرفشان خفتم و خفت ماه من بر من. مانده بر روی سینم سر او، رفته در موی دلکشش سر من. مه بگسترد پرده‌ای ز حریر، بر من و یار ناز پرور من. که صفیر گلوله‌ای ناگاه خواست از کوه و در کمر پیچید. در سکوت شبانه غرش تیر، همچو طوفان به کوه پیچید. نامه عشق و آرزوی مرا با حسادت به یکدیگر پیچید. چشم سنگین گشودم و دیدم، چشم سنگین گشودم و دیدم، محض دامان آسمان رفته است. روی فرش چمن شکوفه من، لاله بش در میان خون خفته است. خنده‌ای دردناک و عشق‌آلود بر لب آورده ترک جان گفته است. بسیار بسیار قطعه شعر لطیفی بود آقای پژمان. هم موضوع زیبا بود، همین کلمات خوب استخدام شده بود. بسیار تابلوی قشنگ به قول خانم جالبه، خیلی حساس مطلب، بسیار بسیار پر احساس، خیلی خوب خوندن. آقای خالدی هم خوب نواختن. خب حالا میرسیم به نوبت پی دوم. حالا آقای پزشکی، آقای پارسای توسرکانی، برای مجلس بیریاس هر کدوم علاقمند هستید میتوانید که شروع بفرمایید. رعایت سن بفرمایید. شاید آقای پزشکی بخونن. بله آقای پارسا. غزلیست و یک دو بیتی. غزل خود بنده میخوانم و زحمت خوندن دو بیتی رو واگذار میکنم به شاله خانم یا آقای نوری یا آقای رضاییان، هر کدام میل داشته باشه. مانی نداری، خواهش بود. عنوان غزل هم خنده شاعره. خنده شاعر چیز تازه یا برای اینکه نوعا شعرا با یعنی به جای گریه است این خنده. ها، در خنده زهرآلوده این. در بعضی از ادبیات هم همینه. بله. به جای گریه به کار زمانه می خندم، ز سوز آتش دل چون زبانه می خندم. به نامرادی من خنده زد زمانه و من، به هر که خواست مراد از زمانه می خندم. چو غنچه خون جگر می خورد اگرچه دلم، چو گل به روی تو ای نازدانه می خندم. میونه صحبت شما آقای شریف آقای گلپایگانی هم وارد شدن که برای آواز موقع صدای پاشون رو بدونن که بله میشناسم من صدای پاش را. بله. چو غنچه خون جگر می خورد اگرچه دلم، چو گل به روی تو ای نازدانه می خندم. بسیار. بدین فسانه که نامش بود دو روزه عمر، کنون که پیر شدم کودکانه می خندم. باز بفرمایید آقای پارسا، خیلی خوب بود. بدین فسانه که نامش بود دو روزه عمر، کنون که پیر شدم کودکانه می خندم. خیلی خوب. به نوشخند نکویان و نیشخند جهان، چو جام باده من اندر میانه می خندم. تو از خرابی این آشیانه نالی و من، ز بی ثباتی هر آشیانه می خندم. نشان روشنی جان پارسایی ماست،
که چون سپیده من از این نشانه میخوام. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا دیگه با خود آقای نوریس یا خانم ژاله که حل کنن دو شعر دوم شما رو بخونن. خواهش می‌کنم آقای نوری بفرمایید. آقا چون عده دست زننده ها کمه، خواهش میکنم خود شاعرم دست بزنه. والا این صدای جلسه. این قطعه‌ای که از آقای پارسا من میخونم به نام امیده. امید. حالا اجازه بدید آقای شریف هم با شما همراهی کنن. میدونم که آقای پارسا قبل از این قطعه صحبتی دارن بکنن. خواهش می‌کنم آقای پارسا، خاطره‌ای، انگیزه‌ای، مطلبی، امید که پیداست. ایشون برای انگیزه من این بود که یکی از بزرگان فرانسه یک جمله‌ای داشت که زندگانی بشر امید به فراموشی اداره میکنن. بنده از این الهام گرفتم و این دو بیتی‌ها رو ساختم به نام امید. حالا توضیح خوبی بسیار. آقای شریف از اول برنامه تا به حال خیلی بیکار بودن و حالا خواهش میکنم که دستی از آستین به در آرند. امید نور هم بخونه که دیگه. متشکرم. نورون علی نور. متشکرم. آقای شریف من در انتظار شما هستم. در دل تیره شب که از وحشت دد و دام از کنام بگریزند، آسمان ها به هم برآشوبند، جانورها ز هم بپرهیزند. سر به سر بحر بیکران باشد، موج و گرداب و شورش و طغیان. در میان تلاطم امواج سخت دارد تلاش قایق ران. در بیابان دور از آب و علف که بود راه بسته از پس و پیش، پیر فرتوت راه گم کرده مرگ را دیده در برابر خویش. عرصه رزمگاه پر آشوب مرگ را شد پذیره از چپ و راست. از خروش تفنگ و غرش توپ کس نداند ره نجات کجاست. ناتوان پیر خفته در بستر نفسش در گلو فرو مانده. هم دوا در مزاج او بی سود، هم طبیب از علاج او مانده. با رخی زرد و با دلی لرزان می رود پایدار یک محکوم. به تماشاگران این صحنه هست پایان کار او معلوم. آخرین لحظه‌ای که بایدشان دست از هستی و حیات کشید، هست چشمان نیمه باز همه جانب نقطه‌ای به نام امید. بسیار بسیار. شعر امیدبخشی بود آقای پارسا. امیدوارم که همیشه درس امید به همه بدید. عرضم به حضورتون قطعه شعر اولتون که خودتون خوندید و آقای پزشکی ازشون خواهش میکنیم که آماده باشند برای بعد از آواز آقای گلپایگانی. خب آقای پژمان، آقای دکتر، آقای پزشکی، آقای پارسا اجازه فرمایید که آواز آقای گلپایگانی رو بشنویم و ساز آقای شریف ولی تنوعی بدیم. آواز آقای گلپایگانی بشنویم. بله خواهش میکنیم.
موی سپید موی سپید بخت سیاهم نگاه کن سوز مرا سوز مرا به شعله آهم نگاه کن بر درد من ز حالم بر درد من ز حالم اگر پی نمیبری بر گریه های گاه به گاهم نگاه کن خدا صد سخن به نیم نگه بازگویمت ناز آفرین من
ناز آفرین من به نگاهم نگاه کن. ساز آواز پرشور و حالی بود. خیلی خیلی لذت بردیم. خب آقای شریف سازتون کوک کردید؟ بله. برای شعری که آقای پزشکی خواهند خوند. نام آقای پزشکی رو بردم که بدونید که نوبت دوست عزیزم آقای پزشکیه. خیلی متشکرم. و آقای پزشکی باید یه خاطره‌ای بفرمایید اگر دارید و بعد دو قطعه شعرتونم بیان بفرمایید و یکی از گویندگانم قطعه دومش بخونم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم خاطراتون بفرمایید. خاطره دارید یا ندارید اولا؟ بله خیلی خاطره شاید که بی دارم. خاطره نمیشه. حالا همونطور که جناب آقای دکتر باستان فرمودن بهتر اینه که در بعض شاعران یک خاطره‌ای گفته میشه راجع به شعر و شاعری و شاعران باشه. من یه خاطره دارم و همه دوستان عزیز من که اینجا تشریف دارن آقای فریدون توللی شاعر معروف رو میشناسن. خب بله البته. ایشون از دوستان قدیم و صمیمی من هستن. با اینکه شاعر نوپردازم هستن ولی هیچ وقت جیغ نمیکشن و اگرم جیغ بکشن جیغشون بنفش نیست. یه روزی اومدن، من تهران بودم ایشون هم تهران بودن، یه روز اومدن دیدن من، ولی اون دیدن غیر منتظره بود برای که قرار نداشتیم. من از چشمان میخوندم که یک گلی به آب داده و حالا اومده اثرش رو در من ببینه، ولی نمیدونستم چه دست گلی به آب داده. تا اینکه 2-3 ماه بعد رفتم شیراز. شاه‌الملکی بود در شیراز، از شاعرای معروفه، قصیده سرا و تقریبا 90 سال عمرش بود و مرد. پس عمرش هم یه قصیده بوده خودش. عمرش هم یه قصیده 90 بیتی. ما که همه قصاید 120 بیتی بود ولی خودش نرسید به 120. عمرای ما رباعی شده دیگه حالا. یه روز ایشون رو در خیابون دیدم و سلام کردم چون به من مهر داشت همیشه. بعد دیدم برخلاف همیشه نه تنها مهر نداره قهر هم کرده. مرحوم شاه‌الملک یک عصای دست میگرفت که مثل عصای مرحوم کوهی بود و این گاهی با این عصاش اشخاص رو میزد و تعذیب میکرد. آقای دکتر صورتگر ما هم از این عصا یک چیزی بردند. خب جور استاد به مهر بده. بله. بعد در انجمن ادبی مطرح شد و من گفتم که نمیدونم چرا مرحوم شاه‌الملک به ما اینجور بی‌مهره. البته وقت مرحوم نبود، زنده بود. دوستان وساطت کردن، ایشون اومدن و بعد معلوم شد که قصیده‌ای در حد ایشون گفته شده و به نام من هم فرستادن برش. من قسم توللی در حجو شاه‌الملک. بعد عرض کنم قسم خودم که این کار من نیست، برای که من هجو نمیسازم و اگرم هجو میسازم اینجور نمیسازم، برای شاه‌الملک هم نمیسازم. و آشتی کردیم. آقای فریدون توللی بعد از 2-3 روز من رو مهمونی کردن و رفتم منزلشون و دیوان خطیش رو به من داد و من خوندم. در ضمن مرور در این دیوان دیدم در این صفحش نوشته این قصیده رو در سال 1321 در تهران سرودم در حجر شاه‌الملک و به نام کاظم پزشکی فرستادم. عجب. بعد اونجا معلوم شد که این دسته گل رو آقای فریدون به آب داده بوده به نام شما و شاه‌الملک از شما عصبانی بوده. بله. و البته اینم بهتون عرض کنم که با اون چماق 2-3 چماق به من زد آقای شاه‌الملک تا فرار کردم و این اولین صله‌ای بود که از گفتن شعر نصیب من شد. هم شعر آقای فریدون توللی. صحیح. ولی من یه دعوتی کردم از آقای شاه‌الملک که بیاد جبران بشه. متاسفانه چون من خیلی هم منظم نیستم یادم رفت و کدام روز دعوت کردم. ایشون اومده بود منزل ما و ما نبودیم و نوکر ما ازشون پذیرایی کرده بود و یک قطعه ساخته این قطعه رو میخونم و
به خاطرم خواهش می‌کنم. حالی که بهشون دادن بفرمایید چه بود؟ خود این معلوم میشه که چه شما نهاری چون اون مستخدمشون نهاری دادن، نهار خودشون دادن مهمان. خب وقتی اون چماق میزنه باید نهار چماق پلو داشته چماق پلو بود همونطور. از شب که رفتم منزل دیدم که اون نوکرما این قطعه رو داد دست من و من هم جوابش ساختم بلافاصله. بعدم هم دوست شدیم. البته این راز رو به خود چالمول نگفتم تا وقتی که مرد در یه مقاله‌ای به نام مرگ شاعر نوشتم. صحیح. رنگ بهاران گرفت، این مال چالمول، رنگ بهاران گرفت باغ دل من تا که به بستان بهار نغمه نو داد. دست بشستم به آب مهر و پزشکی وعده سوری مرا به مرغ و پلو داد. رفتم و در خانه اش نبود و نیامد آن که به من رخصت بیا و برو داد. خادمش از من پذیره گشت و نهاری از پس 100 التماس و گفت و شنو داد. کوفت بگیرد بدین ولیم پزشکی کوفت سبزی مرا به جای پلو داد. من همین جناسیه دیگه. من ساختم گرچه نبودم به بند منزل و خادم کوفت سبزی تو را به جای پلو داد. گر به پذیری ستادم به غرامت سور توانم به حضرت تو زنو داد. تا که برندان دهند باده گلگون بادیه را نیز میتوان به گرو داد. هست چو مهمان اسیر صاحب خانه گاه تواند به او 2 گرده جو داد. بسیار خوب. بسیار خوب. خب خاطراتون ادبی و شیرین بود. حالا شعرتون. بله من 2 غزل دارم که میخوام استدعا کنم. یکیش رو سرکار خانم ژاله لطف فرمان و یکیش هم جناب آقای رضاییان دوست عزیز بنده. خودتون نمیخونی؟ خود بنده اگر سه پدری تقسیم ارث میکنه. یکی به دختر میده یکی به پسر. بنده چون به قدر کافی درد سر دارم میخوام جبران بکنم خانم. خب ما معرفی نداریم ولی میلتون هست. اول آقای رضاییان. روز و شبم سر آمد و با یاد او گذشت. یعنی که عمر من همه در آرزو گذشت. ما را نبود اگر خبر از رنج روزگار، آن روزگار بود که با یاد او گذشت. فرخنده روز آن که درآیی تو از درش، وان کو شبش به صحبت آن ماه رو گذشت. سنگ جفا مزن به سبوی دل کسی، دانی تو خود ز سنگ چه ها بر سبو گذشت. از جویبار عمر مرا آب زندگی، چون اشکی از 2 دیده و آبی ز جو گذشت. از ماجرای روز جوانی ز ما مپرس، روز شباب طی شد و بد یا نکو گذشت. ما گوهر مراد پزشکی نیافتیم، هرچند عمر ما همه در جستجو گذشت. بسیار خوب. جوینده یابانده است بالاخره آقای پزشکی. اینقدر یه دستی نمیزنی برای بر حسب توصیه سرکار خودشون دست دادن آقای دکتر. حالا نوبت آقای رضاییان است که دومین قطعه شعر آقای پزشکی رو بخونن. با کمال میل. انگیزه نداشتید آقای پزشکی رو این شعرها فرمودید؟ همیشه عاشق هستم و اینم زبان عشق به مناسبت. بله. نام قطعه است بهار من. بهار بله. باشه.
بهشت با همه جان پروری چو کوی تو نیست. بهشت با همه جان پروری چو کوی تو نیست. گلی به باغ نکویی به رنگ و بوی تو نیست. هزار نقش برآورد نقشبند وجود، یکی به جلوه چو نقش رخ نکوی تو نیست. جمال نرگس و گل در چه دلکش است، ولی چو روی دلکش و چون چشم فتنه جوی تو نیست. تو آرزوی منی ای چراغ خلوت دل، مرا به جان تو در دل جز آرزوی تو نیست. فروغ باده که بنمود راز آب حیات، حیات بخشتر از لعل رازگوی تو نیست. روا نبود که از دیده افکنی چون اشک، مرا که دیده امید جز به سوی تو نیست. بهار را چه کنم با جمال دلجویت، بهار را چه کنم با جمال دلجویت، مرا بهاری اگر هست غیر روی تو نیست. وصال روی توام از چه روی رخ ننمود، اگر که رشته بختم سیه چو موی تو نیست. دلم ملول شد از گفتگوی خلق و هنوز، دلم ملول شد از گفتگوی خلق و هنوز، به دل مرا هوسی غیر گفتگوی تو نیست. خیلی متشکرم آقای پزشکی. بنده با اجازه دوستان خودم شعری نمیخونم و سهم من در این برنامه همون 3 بیتی بود که آقای گلپایگانی خوندن. بنده به اتفاق طبیب دانشمند آقای دکتر باستان و شاعران ارجمند آقایان پژمان بختیاری، کاظم پزشکی، عبدالرحمن پارسای تویسرکانی و گویندگان هنرمند خانم ژاله، آقایان رضاییان، امیر نوری و هنرمندان گرانقدر آقایان فرهنگ شریف، مهدی خالدی، گلپایگانی، شما را بدرود میگوییم و به همه روز بخیر میگوییم. بختتان پیروز و لبتان خندان.